سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با من. خب موضوع امروزمون دوباره کوئسشن باکسه و چند روز پیش من یک استوری گذاشتم و گفتم که اگر رازی یا کاری کردید که کسی ازش خبر نداره رو لطفا من بنویسید. من قول دادم که اسمتون رو نخونم و مثل یه راز پیش خودم بمونه. واقعا ازتون تشکر میکنم که منو رازدار خودتون دیدید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دیگه بریم سراغ ویدیو. اولین نفر یه بار دزدکی رفتم بیرون. چه ساعتی؟ بستگی داره که چه ساعتی رفته باشی بیرون و من تو رو ببینم من نزدیک میکشم. حیف که نمیتونم اسمتون رو بخونم. نفر بعدی میگه تو گلدون مامان بزرگم شاشیدم. چندش چرا این کارو میکنید؟ خب مثلا دستشویی نبوده اون موقع؟ یعنی اینقدر واجب بوده تو گلدون مامان بزرگت بشاشی؟ باورم نمیشه واقعا. نوشته دوست دختر رفیقم رو قاپیدم. تمام موهای تنم ریخ. بابا رفیق صمیمیته یعنی چی الان؟ اعصابم خورد شد. ویدیو نمیگیرم. A few moments later. اعصابم خورد شد. خب به انم بریم بعدی. این یکی نوشته که زیر پای معلمم سوزن گذاشتم. خوب کاری کردی، آفرین. چی داری میگی؟ معلم ها رو باید این کارا رو کنی دیگه. حتما حرصتو در آورده تو همین کار. خوب کردی. اوکی. امیدوارم که معلمه و معاون و اینجور چیزا مثلا نفهمیده باشن تویی. خوبه، آفرین. تو در آینده یه چیزی میشی. اوکی. سوالای امتحان پایان ترم رو دزدیدم، به رفیقام هم ندادم. ببین تو یک آدم بسیار بسیار خیلی بیشوری. اگر بچه های کلاسمون الان دارن این ویدیو رو میبینن باید بگم که از بچه های کلاسمون نیست و از بچه های مدرسمون نیست. نمیخواد دنبالش بگردید. اوکی. خب راز بعدی گفته که مورچه خوردم. بچه ها این کارا رو به خودتون نکنید. من واقعا متوجه نمیشم. خب خیلی چیزای خوشمزه تری هست. مورچه وای. راز بعدی نوشته که با استاد دانشگاه هم اوکی شدم. بعد از امتحانا که نمره کامل داد رفتم به زنش گفتم الان دارن طلاق میگیرن. ای خدا. من نمیدونم بخندم گریه کنم. خب الان یعنی چی؟ نمره تو داد کجا دنیا رو گرفتی؟ الهی علم، الهی علم، خدایا ببخش. راز بعدی گفته که با سه تا از دوست پسرام تو یه روز رفتم بیرون. نه اجازه بدی. آقای نوبت یه لحظه این نمیشه. من همون یکیشم ندارم. بچه ها به من بگی شما چی کار میکنید؟ رل میزنید؟ من یه دونه شو سه تا میزنم. من میگه چرا تو رل گیرت نمیاد؟ واسه همیناست. اینا 5 تا 3 تا میزنن. واسه ما بدبختا نمیمونه. یکی برادرمون نوشته که دارم ازدواج میکنم ولی دوست دخترم نمیدونه. Stop it. Get some help. ببین یکی این که تو یه آدم مریضی، خب ببخشیدا. دو این که برو بهش همین الان بگو تو غلط میکنی، داری ازدواج میکنی، بعد
دوست دخترم داری؟ بعد نمیدونی چجوری بهش بگی که داری ازدواج میکنی؟ واقعا نوبری شما. حالا میخواد ویدیو رو تمام کنم، واقعا سمن. من به شدت گرمم شدش، انقدر عصبانیم، مجبورم موامو ببندم. الان میام. 2 hours later. خب بچه ها، من اومدم موامو بستم. یکی از بچه ها نوشته که دوران بچگی از لوازم تحریری 4 تا خودکار داشته. بیشتر میدوزید. خب الهی علف الهی علف. خب دوران بچگی دیگه، منم این کارو زیاد کردم. چی گفتی الان؟ دوران بچگی من سکه میدزدیدم، عاشق سکه بودم. یعنی توی جیب مامان بابا مثلا سکه میدیدم، یا داییام یا عمو، فرقی نمیکنه، سکه میدیدم میزدم ازشون. یعنی یا سکه مال منه. یه سری هم انقدر سکه جمع کرده بودم اون موقع 50,000 تومان شده بود. بعد مامانم به پول خورد نیاز داشت، گفتش که مارال پول خورداتو به من میدی من یه دونه به تراول بدم. من بچه بودم نمیدونستم که تراول 50 و اون سکه ها اندازه همن. گفتم که خب باشه. همه سکه هامو مامانم برد، بعد اون تراوله رو داد بهم. بعد از چند دقیقه فکر کردم، گفتم تو پول منو خوردی، پولای منو بردی ازم، همه بهت پول دادم، تو به من یه دونه کاغذ بدی. پولو که برگردون بهم، همون سکه ها رو، تراولش هم بهش ندادم. من معذرت میخوام مادر جان. من دزدی، یعنی چی بهش بگن، دزدی نبودش، این اخاذی هم کردم من اون وسط. گاری. یه نفر برام نوشته که فکر کردی خیلی شاخی جوابمو نمیدی. من جوابتو نمیدم چون که انقدر بی‌شخصیتی. بله. اوکی. یه نفر نوشته که برامون بخون. نمیدونم چی بخونم. 1 hour later. پست آخرم توی اینستاگرام، اگر اینستامو ندارید لطفا فالو کنید. پست خوانندگیمون جه. میسپارمت به دریا، اگه خورشید به تو فردا، برا من هنو زنده هر جا، نمیذارم بمونی تنها. دوست عزیزمون گفته که هنوزم با 2 نفرم. ای خدا. بابا نکنید دیگه، این دوتا میزنید، به ما نمیرسه اون موقع. ولش کن، بزنیم بریم بعدی. خب خوبش کردی ها. نوشته تو چای اکسم توف کردم. نایس. تو باید یه کار دیگه میکردی تو چای. خوب کار کردی. خب بچه ها، این بود از این ویدیو. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید و اینکه مرسی که بهم اعتماد کردین و رازاتون رو واسم نوشتید. اگر دوست دارید از این جور ویدیوها دوباره بگیرم و بذارم توی چنل، لطفا توی کامنت ها بهم بگید. یادتون نره سابسکرایبم کنید، این خیلی میتونه کمکم کنه. و زنگوله بغلش هم روی آل بذارید که هر موقع ویدیو میذارم ازش با خبر بشید. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. اسمم ماراله.